دوزخ این گونه آفریده شده است که آن را کشاله به میدان قیامت می آورند. حدیث در صحیح مسلم است که پیامبر میگویند صلی الله علیه و سلم جهنم را در روز قیامت می آورند که 70,000 زمام دارد و زمام همان ارغمچین یا رسمانی شدیده که با آن کشاله میکنن یا گفتیم زنجیره که با آن کشاله میکنن و پیامبر میگویند دوزخ رو می آورند با 70,000 زنجیر و هر یک آن 70,000 را 70,000 فرشته کشاله میکنند. سبحان الله، بزرگی جهنم رو ببینید که وقتی آن را کشاله کنند به نزد مردم می آورند مانند تصور کنید یک خانه که از این طرف آن طرف حاضر کوچانیده می شود، همان گونه کشاله کنان اون را می آورند. پیامبر میگویند 70,000 چی دارد؟ زنجیر دارد و هر یک اون زنجیر رو یعنی هر یکی اون 70,000 رو باز 70,000 فرشته دیگر که درباره بزرگی فرشته ها پیشتر گفته بودیم کشاله کنان یا کشیده می آورند. و درباره دوزخ در سوره مریم الله میگوید و این منکم الا واردها، کسی نیست که از شما داخل آن نشود. و در تفسیر این آیت وارد شدن مسلمان ها را چی میگویند؟ گذر کردن یا عبور کردن بالای همان صراط یا بالای همان پل هست که آنهایی که اهل دوزخ یا منافقان هستند اگرچه خود را مسلمان نشان میدادند از آنجا به پایان می افتند. اما مسلمان ها بعضی ها به اندازه عمل خود دویده، بعضی ها خزیده، بعضی ها باشد با یک چشم پوشیدن آن طرف می گذرند. و دوزخ چگونه که جنت بالا بلندی هست، دوزخ پایان و چقور است. و سبحان الله اینجا حدیث ابو هریره هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه صحابه ها بار صدای افتیدن چیزی رو میشنوند، یعنی یک چیز وزمین یا سنگین وقتی از بلندی به پایان با اون صدای بلندی درنگاس می افتد اون را می شنوند و پیامبر می گویند آیا می دانید این صدای چی بود؟ و صحابه ها می گویند الله و پیامبر داناتر هستند، یعنی ما نمی دانیم. پیامبر می گویند این صدای سنگ هست که 70 سال هست که از بالا افتیده بود، انا الان به پایان یا چقوری جهنم افتید. یعنی سبحان الله جهنم این قدر چقور است که یک سنگ اگر پرتاب کرده شود بعد از